اگر شما هم زیاد به موبایل نگاه میکنی، بعد از این ویدیو گوشی رو بذار کنار، دورت بگردم. یه آب سرد به صورتت بزن و برای سلامت چشمای قشنگت این 2 تمرین رو انجام بده. تمرین اول، برای 10 بار نگاه بین ابروها روی نوک بینی، استراحت. و برای تمرین دوم 10 بار نگاه بالا، راست، پایین، چپ، بالا، استراحت. 10 بارم قرینش، نگاه بالا، چپ، پایین، راست، بالا و استراحت. و تمرین بعدی به طور کلی بعد از هر 20 دقیقه‌ای که با موبایل و لپتاپ کار میکنید، برای 1 دقیقه به یه منظره یا به یه جای دور نگاه کنید و بعد دوباره برگردید سر کارتون.